شنبه 9 آوریل 2011 ساعت 4 بعد از ظهر در گورستان پرلاشز در پاریس. 60 سال پیش در چنین روزی صادق هدایت پایان زندگیش را انتخاب کرد. زمانی قطعه 85 گورستان پرلاشز لقب قبرهای بی صلیب گرفته بود. غلام حسین ساعدی نویسنده ارزشمند ایرانی نیز در چند متری این محل به خاک سپرده شده است. در پاریس گورستان‌ها در میانه شهر بنا شده و گوشه‌ای از شهر و زندگی است. صادق هدایت افراطیون را که امروز کتاب‌هایش را ممنوع ساخته‌اند 70 سال پیش در نوشته‌هایش طرد کرده بود. ناصر پاکدامن ادیب ساکن پاریس با سخنانش آغازگر بزرگداشت صادق هدایت بود. در 60مین سال وفات صادق هدایت چه حرفی باید زد؟ در طول این سالها هزارها، صدها و صدها و هزارها صفحه درباره صادق هدایت نوشته شد. چندین و چند بار موجهای سنگین بحث ادبی، بحث فکری، بحث هنری به وجود اومد. ناصر پاکدامن میگوید صادق هدایت اولین نویسنده دوره معاصر است که ممنوع القلم شد و این در حالی که پدرش رئیس دفتر نخست وزیر وقت بود. هدایت بوفکور را در ایران نوشته بود و پس از آن نیز به دلیل سرخوردگی به هند رفت. پاکدامن میگوید هر یک از ما کتاب و کتاب‌هایی از هدایت خوانده و زندگیش را میشناسیم. حمید جاودان دنباله برنامه را به عهده میگیرد. امشب و همه شب عجله کنین. امشب و همه شب عجله کنین. بشتابین. تیارت خوفناک اهریمن در غار جعفر. تیارت محیط زیستی و اکولوژیستی مغنی جسور و تئاتر الو کجا؟ قبرستون. سر کارم قرمت برم. دیشب رفتم به تماشای تیارت طوفان عشق خونالود که اعلان شده بود شروع می شود خیلی زود، ولی برعکس خیلی دیر شروع کردند. مردم را از انتظار ذله کردند. پرده چون پس رفت یک ضعیفه شد پدید که یک نفر جوان گردن کلفتی به او عشق می‌ورزید. در یک دنیای قدیمی اما در عین حال نزدیکتر و طبیعی‌تر متولد شده بودم. هنوز هوا گرگ و میش بود. یک پیه سوز سر تاقچه اتاقم میسوخت. یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود. ولی من بیدار بودم. چون نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. بعد از روخانی توسط گلناز برومندی نوبت به اجرای موسیقی رسید. کسی چه می‌داند شاید صادق هدایت در این لحظات غم زندگی را لحظاتی فراموش کرده باشد. گورستان پرلاشز با دوربین لوکاتویا، پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.